سلام میکنم به همه فرهنگ دوستانی که امروز همراه ما هستند. متشکرم از اینکه وقت خودتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. من پردیس شیرکانی، دانشجوی سال 4 ساینس دانشگاه بریتیش کلمبیا و عضو گروه ادبیات فارسیخوانی دانشگاه هستم. امروز با دومین برنامه از سلسله نشست‌های ادبیات اقلیت با عنوان نویسنده ناداستان، ثبت تاریخ سرکوب شده یا خود درمانگری یا هر دو در خدمتتون هستیم. گفتگویی خواهیم داشت در مورد چیستی ناداستان و اهمیتش برای بیان تجربه‌های انسانی به حاشیه رانده و سرکوب شده و تأثیرش به جهت روان درمانگری. انجمن ما در مارچ 2021 با نظارت دکتر حسام دهقانی، استادیار زبان و فرهنگ فارسی به منظور تقویت آگاهی از ادبیات معاصر و صحیح و عمیق‌خوانی داستان‌های فارسی شکل گرفت. در راستای این هدف انجمن ما فعالیت خودش رو با پرداختن به ادبیات زنان شروع کرد و سپس با ادبیات مهاجرت و ادبیات افغانستان آشنا شدیم. افتخار این رو داشتیم که با حضور نویسندگان و متخصصان این عرصه از جمله شهرنوش پارسیپور، شهریار مندنیپور، ابوتراب خسروی، فریبا وفی و بسیاری دیگه جلساتمون رو برگزار کنیم. به صورت مجازی با اونها گفتگو کردیم و با سبکشون آشنا شدیم. تابستان گذشته در عرصه ادب افغانستان جلسه‌ای به مناسبت بزرگداشت رهنورد زریاب، نویسنده نامدار افغانستان برگزار کردیم و همچنین با عزیزالله نهفته آشنا شدیم. یکی از اهداف باشگاه ما برقراری ارتباط و تعامل مؤثر و متقابل با جامعه فارسی زبان هست. از همین رو ادبیات رو محلی برای بررسی مشکلات و مسائل روز فارسی زبانان قرار دادیم. نشست‌های ادبیات مهاجرت و نویسنده مهاجر و همین نشست از این دسته فعالیت‌ها هستند. امیدواریم که این برنامه فرصتی باشن برای دانشجویان، جامعه فارسی زبان و اساتید که در یک محیط امن و انتقادی در سایه ادبیات معاصر با هم درباره مسائل روز صحبت بکنیم. جا داره بگم که بعد از 1.5 سال جلسات آنلاین، این اولین جلسه ما هست که هم به صورت حضوری و هم به صورت آنلاین برگزار میشه. به جز نشست‌های ماهانه ما با نویسندگان، ما هر هفته جلسات دوستانه‌ای داریم که دور هم میشینیم و داستان میخونیم و نقد میکنیم. برای اطلاعات بیشتر در مورد جلسه ما میتونید به اینستاگرام ما UBC_PLRC مراجعه بکنید. اگر در زمان جلسه سوالی داشتین لطفاً اون رو در ذهن بسپرید، به خاطر اینکه بخشی از زمان رو اختصاص میدیم به پرسش و پاسخ. دوست دارم تشکر بکنم از همه مهمونای عزیزی که امروز دعوت ما رو قبول کردن و به ما پیوستن. ما بسیار خوشحالیم که امروز در حضور شما دوستان هستیم. از استاد عزیزم دکتر حسام دهقانی، باعث و بانی این جلسه، برای خوش آمدگویی به شما هم دوستان دعوت میکنم. استاد سلام عرض می‌کنم خدمت همه دوستان. خوش اومدید. ما تازه داریم عادت می‌کنیم به جلسات حضوری و خیلی وقتم گفتم به دوستان به صورت حضوری. بنده حسام دهقانی هستم، استادیار زبان و فرهنگ فارسی از دانشگاه بریتیش کلمبیا، گروه آسیای پژوهی و گروه زبان فارسی. همچنین یکی از دستاندرکاران باشگاه ادبیات فارسیخوانی دانشگاه بریتیش کلمبیا. قبل از هر چیزی، طبق سنت تمام جلسات ما گرچه به صورت برخط یا به حضوری، به هر حال ما مهمان دانشگاه بریتیش کلمبیا و پیش از اون و مهمتر از اون در زمین‌های آب و اجدادی و اقوام ماسکولین مثل لایورتیس و اسکوامیش هستیم، زمین‌هایی که هرگز واگذار نشده و در واقع اشکالی هست. این رو اذعان می‌کنیم و پس از اون به ادامه جلسه می‌پردازیم. این جلسه همونطور که پردیس عزیز گفتن جلسه دوم ما هست از سری نشست‌های امسال که می‌پردازه به ادبیات دیگری و دیگری ادبیات.
جلسه پیش با حضور زهرا کاظمی عزیز از نویسنده‌ای که خاطر اتفاقات اخیر و امضا کردن یک بیانیه مجبور شده بود ایران رو ترک بکنه و در گرجستان فراری بود. ما جلسه داشتیم و راجع به این دیگری شدن توسط بدنه ادبیات و توسط جامعه و توسط حکومت صحبت کردیم و این که اصلا دیگری بودن، اقلیت بودن یعنی چی. من خیلی مختصر عرض کردم که مفهوم دیگری یک مفهوم متناقضی هست، یک مفهوم پیچیده‌ای هست. کلمه‌ای که ما آدرنس میگیم، شما دوستان احتمالاً بهتر از من میدونید، آدرنس یا آدر دیگری هم به معنای secondary citizen، یک شهروند درجه دوم، دیگری شده و اقلیت میتونه باشه و این برمیگرده به ریشه یونانی خودش، اتران و دیگری، دیگری به اون برمیگرده. از طرف دیگه همین کلمه در ریشه یونانیش در به معنای هنتروس، در به معنای اینر و اینساید، کلمه‌ای که ما در فارسی اندر رو ازش داریم هست. و این خب جالبه، به نوع خودش بسیار جالبه که آن چیزی که دیگری است در واقع بیشتر از همه چی درون خود ماست. استاد بخشید، افراد توی زوم صدای شما رو ندارن به خاطر میکروفون. اگه بیایم اینجا وایسید نزدیک میکروفون لپتاپ هست. ندارن الان هم صدای من نمیشنوید؟ الان صدای دکتر دهقانی رو دارید؟ بله الان دارم. تکرار نمی کنم، ولی به همین اندازه بگم که مفهوم آدرنس و آدر دیگری یک مفهومی است که همونطور که امیل بندنیست هم نشون داده در مقالاتش، در ریشه این کلمه دو تا مفهوم متناقض رو داره. یعنی درون، حتی به محتوای درون شکم، این تست می‌دونید به اون قسمت این کلمه اشاره میتونه بکنه. از سوی دیگه مفهوم another، دیگری، به معنای دومی، فردی، شهروند درجه دوم، گویی که آن چیزی که ما همواره از خودمون، آن چیزی رو که ما دیگری میکنیم، درجه دوم میکنیم، فردی به حساب میکنیم، در یک سطح عمیقی از آن خود ماست، در مال خود ماست، در سطح بدن خود ماست و ما اون رو خیلی بنابراین در واقع این بخش قصد داریم که صدای این بخشی که و خب حالا خواهیم دید مخصوصا امروز این دیگری که ما در این داستان‌های نباید نوشته میشد، خواهیم دید که چطور همون کسایی که ما هر روز از کنارشون رد میشیم و نسبت به رنج‌ها و دردهاشون شاید بی تفاوت میگذریم، یه دفعه به صدا در میان و خودشون رو معرفی میکنن در قالب ناداستان، در قالبی که توسط خود بدنه ادبیات ما هم به حاشیه رونده شده. می‌دونید ما بدنه ادبیاتمون ادبیات داستانی است، رمان است و داستان کوتاه. ناداستان یک ژانر جدیدی است. می‌دونید یا یک ژانری است که به اندازه ژانرهای اصلی جدی گرفته نشده. بگذاریم که قدمتش به قدمت همون داستان هاست، یعنی همون زمانی که تاریخ نوشته میشه، داستان نوشته میشه، همون زمان هم بیهقی مینویسه و اون چیزی که اون مینویسه داستان نیست، ناداستانی است که به صورت داستان نوشته شده و به واقعیت متکی است. ادبیاتی که امروز میخوایم راجع به صحبت بکنیم، ژانری که امروز میخوایم بیشتر راجع به صحبت بکنیم، ژانر ناداستان یا اون چیزی که نان فیکشن میگن هست. البته خب نان فیکشن همونطور که میدونید مقوله بسیار گسترده است. اون چیزی که ما میخوایم روش تمرکز بکنیم شامل انشاء نویسی، مقاله نویسی و اینجور چیزها نخواهد شد. اون چیزی که ما بیشتر میخوایم روش تمرکز بکنیم خود زندگی نامه نویسی یا زندگی نامه نویسی، شرح حال نویسی، خاطره نویسی هست که تجلیش رو ما در کارگاه‌های آقای امیرحسین یزدانبول، مهمان عزیزمون، خواهیم دید و داشتیم که با حضار محترممون، مهمانان گرامی
و نویسنده های کتاب طی اون کارگاه هایی که داشتن این نوشته ها رو و این تجربه های واقعی رو ثبت کردن. ناداستان با من از کلاسام یاد گرفتم که زیاد نطق نکنم و تعریف به کسی ارائه ندم، چون به محض اینکه من میگم همه دارن گوگل رو سرچ میکنن خودشون سر کلاس. به خاطر همین دانش دیگه پیش من نیست، پیش همه شماست، بیشترم پیش گوگله. بنابراین از یادگویی میگذاریم و میسپارم به امیرحسین یزدانبود عزیز که اول پردیس که امیرحسین رو معرفی بکنن و بعدم ایشون که در مورد چیستی و قدرت ناداستان صحبت بکنن و در ادامه به نمونه‌های انضمامی ناداستان در کتاب نباید نوشته میشد خواهیم پرداخت. یکی از مهمانای عزیز امروز ما نویسنده و منتقد امیرحسین یزدانبود هستند. مجموعه داستان پورتری مرد ناتمام ایشون جایزه بنیاد هوشنگ گلشیری رو از آن خودش کرد. داستان کوتاه برای مارسیای رزلعزیز برنده قلم زرین شد و رمان ایشون به نام لکنت توسط نشر افق منتشر شده. خیلی خوشحالم که امروز در خدمت ما هستید. بفرمایید. سلام میکنم به همه عزیزان. ممنون از دوستانم. امیدوارم صدام خوب میاد. ما خوبیم اینجا. خوشحالم میبینمتون همه رو، به خصوص عزیزان کارگاه و این بار توی فرمت متفاوت دارم میبینمتون. ترک میرم سراغ ادامه صحبت‌های آقای دکتر دهقانی. در مورد ناداستان میخوام بیشتر یه خورده اضافه کنم به این مقوله. به نظر میسه خود همین تعبیر نان هایفن فیکشن یعنی ناداستان یه مقداری این فرض رو متبادر میکنه که هر آنچه که غیر داستانی است در این قالب جا میگیره، اتفاقی که اینطور نیست. ماجرا اینطوریه که تقریبا از حدود 1920 وقتی که روزنامه نگاری مدرن به این شکلی که امروز ما میفهمیم شکل گرفت، یعنی اینکه افرادی میرفتن و گزارش تهیه میکردن. فرض کنید یه خونه آتش گرفته بود، یه اتفاقی افتاده بود، شاید از یه جنگ بود. خود راوی شروع میکرد به اینکه، یعنی خود روزنامه نگار تلاش میکرد که خودش بخشی از اون ماجرای روایت بشه و تجربه های شخصیش رو وارد داستان بکنه. اینجا در واقع میشه گفت توی دنیای حالا بگیم آکادمیک ادبیات جرقه های یک جور خاص داستان گفتن شروع میشه. اما به نظر میرسه تقریبا تمام نظریه پردازای ادبیات ترومن کاپوتی رو با کتاب در کمال خونسردی که فکر میکنم از نشر چشمه با ترجمه خانم لیلا نصیری ها گمانم منتشر شده 1965 In Cold Blood نوشته ترومن کاپوتی نقطه شروع این جور داستان نویسی میدونن. این جور چیه؟ نان فیکشن به دو دلیل بین تاریخ و فیکشن قرار میگیره، یعنی بین تاریخ نگاری و داستان نویسی قرار میگیره. نه مثل تاریخ تلاش میکنه که اونقدر فکت بیس باشه و هر گونه اضافه رو در واقع بذاره کنار که هر اضافه گویی رو جز واقعیت بیرون در واقع در خودش جا میگیره. نه مثل داستان تمام در واقع بار و وزن خودش رو تخیل میذاره. کاری که ناداستان انجام میده انگار یک روایت آلترناتیو، یک روایت کمکی به آنچه که ما به عنوان تاریخ تا حالا میشناختیم اضافه میکنه. یعنی چی؟ افراد تجربه های واقعی و شخصی خودشون رو نسبت به یک واقع‌گاهی بزرگتر، مثلا فرض کنید که نسبت به یه حادثه خیلی عظیمی که توی کشور رخ داده، زلزله‌ای شده، چه شده، یه نفر با دید خودش و به اضافه اینکه برخلاف تاریخ از مهارت‌های روایی استفاده میکنه تا اون واقعیت بیرونی رو برای ما تعریف کنه. مهارت روایی یعنی چی؟ یعنی تو شخصیت پردازی داره، ممکنه خط روایت رو بشکونه، پس و پیش کنه برای اینکه در واقع خوانش رو جذاب‌تر بکنه. تمام اون صنایع در واقع داستانی رو میتونه توش به کار بگیره. نثر، استفاده از دیالوگ، اینا چیزایی بودن که قبلا تو تاریخ، یعنی در تاریخ نگاری بازم به فهم آکادمیکش وجود نداره و قرارم نیست بیاد، چون اونجا قراره که کاملا مثل علم برخورد کنه با قضیه. یعنی توی
فرض کنید یه داکیومنت در واقع علمی، شما از اینجور امکانات استفاده نمی‌کنید برای اینکه می‌خواید کاملا همه رو به عهده خواننده بذارید. اما در اینجا در واقع نویسنده تلاش میکنه که این مقوله رو بیاره تو. نکته دومی که وجود داره اینه که ناداستان از همون جایی که کاپوتی شروع کرد، ترومن کاپوتی شروع کرد، ذات افشاگر داره. یعنی ببین قبلا هم مثلا ما داشتیم اون چیزی که در ادبیات مدرن ما بهش میگیم نان فیکشن، و به خصوص الان اگه برید مثلا تو قفسه‌های کتابخونه‌های کانادا یه بخش نان فیکشن داره. ذات این جور نوشتار افشاگرانه است، چیزی که دیده نشده بوده توسط رسانه رسمی یا بگیم مثلا در واقع سوشال میدیا یا هر چیزای اینطوری که به صورت رسمی هستن دیده نشده. حالا یک نفر میاد فردی و با حضور با نگاه شخصی خودش گوشه‌های یا تمامی یه واقعیتی رو افشا میکنه. از اینجاست که نان فیکشن به نظر میرسه، اگر حتی سرتیترهای همین الان 10 تا نان فیکشن پرفروش بازار آمریکای شمالی رو شما نگاه کنید، 7-8 تاشون در مورد مثلا لو دادن قراردادهای پشت مثلا یه اتفاقه، یا افشا کردن یه رابطه مثلا مشکل داره یه فرزند با مادرش و پدرش و مثلا خانوادهشه. یعنی اینکه ذات مقابل گرانه و ایستایی رزیستنت، یعنی داره سعی کنه مقاومت کنه و یه چیزی رو که داره احساس میکنه داره توسط رسانه جمعی به کنار گذاشته میشه به اون میپردازه. عنوان این جلسات به عنوان ادبیات دیگر، ادبیاتی که نه لزوماً برنامه ریزی شده ولی به نظر میسه ذهن جمعی یا فهم جمعی یا خرد جمعی تلاش میکنه نبینتش و کنار بذارتش و نزدیک شه به اون چیزی که اون روایت هایی که در واقع ما بیشتر بهشون میگیم ادبیات یا نویسنده ادیب. ذات ناداستان اون گوشه های کنار گذاشته شده رو از ابتدا هدف گرفته، از همون حدود دهه 60 و تا امروز هی داره افزایش پیدا. اون کار به جایی میرسه که اگه بازم میگم نگاه کنید پرفروش های فرض کنید به عنوان یکی از بگیم المان لزوما به معنای کیفیت یا ارزش نیست، فقط به عنوان یکی از نشانگانی که میتونی شما در واقع بفهمیم که چه اتفاقی میفته در آمریکای شمالی بالای شاید 60-70%شون، البته این درصدا همینجوری کم و زیاد میشن، بیشتر به نان فیکشن داره میپردازه. آدم‌هایی که در یک ماجرایی حضور داشتن، احساس میکنه روایت رسمی پاسخگو نبوده، خودش پا در عرصه روایت میذاره و جزئیات در واقع و مهارت روایت به کار میگیره برای اینکه شما رو جذب کنه و به شما رو اقناع کننده باشه برای شما، برای اون بخش نادیده از روایت. من فکر میکنم به همین اندازه به تفاوت ناداستان با داستان و در عین حال با تاریخ و ویژگی که چرا این داره به خاطر ایندیویدوالیسم به اصطلاح حالا بگیم روایت مدرن، یعنی فردگراست ناداستان اساساً قد بر بلند میکنه در مقابل اون روایت رسمی، چه در میگم در همه جای دنیا، حالا به خصوص در مورد ایران که کاملا میبینید که ما در واقع خیلی در واقع محصول دندانگیری در ناداستان به اون شکل نداریم. کتاب داریم، مجله هایی داره منتشر میشه، بیشتر اینها به سمت این میرن که کمتر این بخشی که من دارم در موردش حرف میزنم شاید توش مجال در واقع بیان باشه. به همین اکتفا میکنم آقای دکتر دهقانی در مورد اینکه تفاوت‌های تقریباً شکلی و فرمی اینجور روایت با دیگران و چون انقدر امروز مطلب هست که دوست دارم که به همه بیشتر متمرکز روی موضوعات دیگه باشیم. اگر سوالی در مورد این قضیه نداریم میتونیم بریم برای سوالای بعدی های دکتر دهقانی یا دوستان دیگه. بله، در این مرحله اگر سوالی هست بفرمایید، به خاطر اینکه مطالب بسیار مفیدی رو فرمودن، خوشبختانه بحث رو آماده کردن برای اینکه بفهمیم که اصلا ناداستان چرا انقدر مهمه. از این جهت من از این فرصت استفاده میکنم، از خیلی مقدم میگم باز به دوستایی که تشریف آوردن به صورت آنلاین، بهرام مرادی عزیز، دلمونم براش تنگ شده بوده، خیلی وقت بود ندیده بودیمشون، محبوب تیموری عزیز و دیگر همکاران دوستان قدیمی.
این جور جلسات واقعا باید اسم بهرام رو بیارم اینجا، به خاطر اینکه این نوع فکر کردن به جلسات و در واقع مطرح کردن مسائل روز که در ادبیات خودشون نشون داده ابتکار بهرام بود. برای اول برای و جلسات ادبیات مهاجرت که ما سال گذشته برگزار کردیم. بازم خیلی مقدم میگم به بهرام هست. سوال بفرمایید. لزوما اون نویسنده باید ناظر باشه یا این مثلا ساخت و پرداخت داشته است. من اجازه دارم آقای دکتر دهقانی سریع چیزی در مورد این بگم؟ من فقط سریع به شما بگم ببینید همونطور که گفتم ناداستان ناظر بر واقعیت بیرونیه، بنابراین قسمت تخیلش اگر هم باشه نسبتش به اون در واقع بخش اعظم داستان کمه. همون نمونه ترومن کاپوتی رو به شما بگم، یه مجموعه ای از قتل ها رو یه نویسنده است، ترومن کاپوتی نویسنده خیلی قدر آمریکای شمالی، جزو شاید بگم 20 نویسنده بزرگ قرن گذشته در واقع ما بوده تو در آمریکای شمالی. شما نگاه کنید این میره مثلا 6 تا قتل رو بررسی میکنه از دید خودش و سعی میکنه احساس میکنه، یعنی اول خبرهایی که در واقع از اون قتل ها بیرون میامده احساس میکنه ناکافیه و خودش شروع میکنه به اینکه بره با آدم ها صحبت کنه و سعی کنه پیگیری کنه که چرا این اتفاق افتاد و از کجا شروع شد. بنابراین بخشی از این بخش عمده از این در واقع فرض فرمایید مثلا شما تو امروز در اغلب رسانه ها میبینید که شهروند خبرنگار به عنوان یک واژه تازه به گوش میرسه. چرا این اهمیت داره؟ جنگ رسانه در سراسر دنیا اعتماد عمومی به رسانه رو مدام زیر ضرب گرفته. بازم میگم مثلا ایران و اینا رو رها کنید، حتی در خود آمریکا اینجا هم در اروپا همینطور مدام مخاطب احساس میکنه که نکنه دارن مثلا یه بخشی از این اون نگاه در واقع کانسپیرسی دارن، من که داره کلکی میزنه، داره پنهان میکنه یا داره نمیگه. استفاده از روایت‌های شخصی به نظر میسه تنها چاره ما برای پوشش دادن همه یا تا جای مقدور تمام واقعیت باید باشه. ولی نه، اینطور نیست که لزوما نویسنده معمولا در اینجور شرایط علاوه بر نثر و شکل و فرم روایت تلاش میکنه که کمتر از تخیل و بیشتر از دیده هاش یا نگاه در واقع نه لزوما گزارشگرانش استفاده کنه. من امیدوارم تا بخشی از حداقل پاسخ شما رو اینجا داده باشم. بله، در واقع دیده ها و شنیده هاش ممکنه خودش نبوده باشه ولی شنیده ولی خب بر مهم اون ادعای واقعیت، اون چیزی که من میگم خیال نیست، واقعیه و اونه که اصلا تاثیرگذار میشه. میدونید حالا ویژگی راجع به این توی خود داستان صحبت خواهیم کرد که چرا این داستان اینقدر تاثیرگذاره، چرا یه رمان یا یک داستان اینقدر تکنیک به کار میبره و تلاش اون همه باید تکنیک به کار ببره و تلاش بکنه که همزادپنداری ایجاد بکنه، ولی این ناداستان شما میخونید و اشک از چشماتون سرازیر میشه به خاطر اینکه این ادعای واقعیت، هولناکی واقعیت شما رو فرا میگیره. میخوایم بپردازیم، اگر سوال دیگه نیست بپردازیم به جنبه‌های روانشناختی و جنبه‌های اهمیت این ناداستان در این خاطره‌نگاری، مخصوصاً کتابی که در این در موردش صحبت می‌کنیم. من قبل از اینکه به معرفی کتاب به طور اجمالی بپردازم فقط همینقدر بگم که در تایید صحبت‌های امیرحسین عزیز این که ما از قدیم می‌دونیم، از زمان ارسطو وقتی که کتاب بوتیقا رو نوشت می‌دونیم که اهمیت داستان نوشتن چیه. یعنی می‌دونید یعنی تاریخ از همیشه نوشته می‌شد، از قبل از ارسطو هم تاریخ نوشته می‌شد. اما اهمیت اینکه یه فیلسوف مثل ارسطو، اونم یه فیلسوف خیلی ساینتیستی مثل ارسطو که بیولوژیسته در واقع، بیاد مثلا راجع به شعر حرف بزنه، خب یه مقداری عجیب غریبه و بگه اهمیت داره و به این ترتیب از داستان دفاع بکنه که بگی که داستان
فلسفی تر از تاریخ است. این گفته بزرگی از ارسطو که داستان از آن جهت که روایت‌ها یا زندگی زمانمند و اپیزودی که ما رو تحت یک کلیت معنادار در میاره، این بسیار فلسفی تر از خود تاریخه. تاریخ خودش به تنهایی معنی نداره، روایت کردن تاریخه که اون رو معنادار میکنه. میدونید وقتی که شما کافیه که مثلا یک تاریخ کتاب معمولی تاریخ رو بخونید و مثلا تاریخ بیهقی رو بخونید. بیهقی یه دفعه میاد یه تفسیری هم همراهش ارائه میکنه، یعنی که میاد تاریخ رو از نگاه فرد آن گونه که افراد جامعه متأثر از تاریخ و رخدادهای تاریخی شده اند نشون میده. و این اهمیت یه دفعه به خاطر اینه که بیهقی این همه اهمیت داره، به خاطر اینکه تاریخ فتوحات یک پادشاه فقط نیست، تاریخ متأثر شدن انسان‌ها از اون تصمیمات هم هست. میدونید یعنی این عوض کردن نظرگاه از حکومت به افراد، میدونید این اهمیتش رو زیاد میکنه. ناداستان در بین اینها، یعنی من میگم که شاید بیهقی یکی از اولین ناداستان نویسای ما باشه، یعنی که فقط تاریخ ننوشته، سعی کرده که واقعیت رو به زعم در واقع نویسنده، به زعم کسی که تجربه میکنه بنویسه. و خب این ویژگی ناداستانه. میبینیم توی این کارها این دوگانگی و این ایجاد توازن رو در تک تک این خاطره ها شما میبینید که بعضیا دارن تلاش میکنن با گفتن دوباره این اتفاق هولناکی که براشون اتفاق افتاده، اون لحظات، یک جوری با قرار دادنش در یک کلیتی یه معنایی بهش بدن، دارن تلاش میکنن یک معنایی بهش بدن. و خب این معنا دادن امیرحسین در موردش صحبت خواهد کرد. این در واقع یک خاصیت خود درمانگری داره. برای اینکه یک تروما رو بشه از سر گذران، تنها راهش اینه که در یک کلیت معنادار بیاریمش، یه جوری باهاش روبرو بشیم که یک جور بتونیم بهش معنا بدیم. و خب این حادثه هولناک بی معنایی مثل این رو معنا دادن واقعا ساده نیست. و این رو در بعضی دیگه از داستان‌ها می‌بینید که هر چقدر نویسنده تلاش میکنه که با ذکر واقعیت و عقب و جلو رفتن در زمان، خاطره تعریف کردن، هر چقدر تلاش میکنه که یه طوری به این معنا بده، در روان خودش جمع نمیشه. همچنان این از هم گسیخته است، همچنان به صورت ناداستان باقی مونده. یعنی که خود این مجموعه هم به نظر من یک حرکتی بین داستان و تاریخ، یعنی خیلیاش به تاریخ نزدیکتره، خیلیاش به داستان محض و تکنیک محض نزدیکتره. مثلا یکی از داستان‌ها که مورد علاقه منم هست، یکی از خاطرات که در مورد اسمش بود درخت سیب فکر کنم، که اتفاقا شخصیت اصلیش بسیار جالبه که مثلا اصلیتش هم افغانستانیه و برای من بسیار جالب بود. این راجبش صحبت خواهم کرد اگر فرصت بشه که چرا به لحاظ تکنیکی اینقدر چون بار تکنیک توش زیادتر شده، یه دفعه به داستان نزدیکتر شده، نشون دهنده یه جور معنای، ما میتونیم یه درسی ازش بگیریم، یه معنای کلی ازش بگیریم انگار. ولی یه جای دیگه هست که شما میبینید که این اینقدر به واقعیت نزدیکتره که شما در عین حال احساس میکنید چقدر این اتفاق به من به عنوان یه نفر دیگه که میتونه قربانی بعدی این اتفاق باشه، به من این نزدیکه. یعنی که دیگه داستان نیست، واقعیت محضه، هر آن ممکنه برای منم اتفاق بیفته. و این نوسان در هر دو طرف این قضیه توی داستان‌ها به نظر من جالب و شنیدنی و خواندنی است. حالا باز هم میسپاریم به امیرحسین عزیز که راجع به این مجموعه خاص صحبت بکنن اگر در ادامه فرصتش بشه. من خیلی دلم میخواد یه گوشه‌هایی از این مجموعه ها رو دوستان بخونن، خودشون و راجبش صحبت بکنن که متوجه این دوگانگی بشیم، کجا به تاریخ نزدیک میشه و به اون تاریخی که ناگفته است، تاریخ سرکوب شده نزدیک میشه و کجا تکنیک غلبه میکنه و به داستان نزدیک میشه و در هر دو جا تاثیرگذاریش رو حفظ میکنه و چرا. راجب این بیشتر صحبت. ممنونم دکتر. اون نمونه‌ای که گفتین از درخت سیب
نوشته خانم مرضیه تاجیک بود، خواهر شهرام تاجیک در پرواز از دست دادیم. من خیلی کوچولو میخوام فقط برای اینکه بتونم مثلا باز کنم این ایده رو که این کتابه داره چی کار میکنه و این نباید نوشته میشد. چرا گمان میکنم که کتابیه که باید میتونه راهگشای نمونه های خودش باشه در چیزای دیگه، در اشکال دیگری. یه کوچولو فقط در مورد چند تا موضوع میخوام باهاتون صحبت کنم، با خود عزیزان کارگاه هم که خانمایی که اینجا تشریف دارن و دوستان نویسنده این کتاب. قبلا به این شکل و در این مورد من خیلی اشاره‌ای نداشتم مستقیم، ولی این جالبه بدونید که من در واقع به عنوان کسی که وقتی به این عزیزان آشنا شدم و اومدم در جمعشون، در واقع با یک جمعی مواجه بودم که به طور کلاسیک با PTSD داشتن دست و پنجه نرم میکردن. اون چی که تو روانشناسی امروز ما بهش میگیم پست تروماتیک استرس دیزوردر یا اون اختلال اضطراب پس از سانحه ترجمه شده. به غیر از اینکه حالا فاجعه اتفاق افتاده بود و این عزیزان داشتن در عین حال که در خط مقدم می جنگیدن برای اینکه در مقابل روایت دروغ جمهوری اسلامی مقاومت بکنن، در درون خودشون و در خلوت خودشون در واقع با این اختلال اضطراب پس از سانحه هم داشتن به طور کلاسیک در واقع دست و پنجه نرم می‌کردن. مسئله PTSD به این شکلی خیلی کوتاه و ساده بگم، فاجعه‌ای در گذشته به کمک حادثه مدام باز تجربه میشه. به این میگم PTSD. شما معمولاً بر اساس مثلا فرض کنید که هندبوک Diagnostic and Statistical Manual for Mental Health DSL بهش میگن، DSM-5 بهش میگن توی روانشناسی، کتاب مرجع روانشناسی، میگه اگه 1 ماه پس از یک اتفاق خیلی بدی که برای شما افتاده، این میتونه از یه تصادف باشه، یه تصادفی شما جان سالم به در آوردین، اتفاق حادی رخ نداده، تا یه فاجعه‌ای در ابعاد مثلا فرض کنید چیزی که این عزیزان تجربه کردن متاسفانه، میتونه اینو تریگر کنه، میتونه اینو ایجاد کنه که حدود 1 ماه اگر ادامه پیدا میکنه و پیدا بکنه و شما مدام باز میگردین به اون تجربه و احساس میکنین دوباره دارین این تجربه رو دوباره زندگی میکنین و حسش میکنین، به این میگیم PTSD و این یه عالمه عوارض و مسائل روانی خواهد داشت. تو بحث روان شما کابوس دیدن، نمیدونم مدام یادآوری اون لحظاتی که در واقع این اتفاق به شما اعلام شد یا خبرش به شما رسید یا رخ داد براتون، و توی چرخه‌ای از افکار منفی مدام یادآوری شونده در واقع آدم. تو از زمینه رفتاری معمولا افرادی که دچار PTSD میشن اغلب گوشه‌گیر یا منزوی میشن یا گاهی وقتا خیلی تحریک پذیر میشن، یعنی مثلا با یه حرف ساده ممکنه مثلا یه دفعه خیلی به قولی به هم بریزه، عصبی بشه و رفتار تند نشون بده. نتایج بالینی حتی داره، مثل بیخوابی و فشار خون، تپش قلب. توی این دفترچه‌های در واقع کتاب‌های در واقع روانشناسی مدام اینا در موردش بحث میشه که احساس سوگواری ممتدی دارن که انگار ابراز نشده و نظایر اینها. اختلالات خلقی، اختلال اضطراب، اختلال افسردگی و نظایر اینها که یه عالمه چیز داره. 2 جور در واقع روانشناسی، این کوتاه در مورد PTSD، 2 جور مقابله با این وجود، اپروچ به اصطلاح وجود داره با این در روانشناسی، که یکی به صورت دارویی و درمانی که خود عزیزان حالا به هر حال با پزشک و فلان میتونستن یا میتونید همیشه، یعنی بازماندگان PTSD در واقع باهاش مواجهن، که معمولا در مورد ضد اضطراب یا داروهای خواب برای اینکه بتونه خوابش رو رگولیت کنه، دوباره به صورت عادی بخوابه و نظایر اینها، که اون بخش درمان دارویی قضیه است. یه بخش در واقع روانکاوی قضیه است که اتفاقی که برای PTSD رخ میده بهش میگن اینا در الگوهای اجتناب قرار میگیرن. یعنی مدام سعی داره برای اینکه اون حمله میکنه اون خاطره، مثلا فرض کنید تجاوزی بوده، از دست دادن یه عزیزی بوده مثلا، یا
میگم حتی بعضی وقتا یه چیز بسیار ساده، حتی ساده تر از اینها، مثلا حمله یه حیوان وحشی میتونه کاملا شرایط PTSD ایجاد. مدام یادش میاد و دوباره انگار همون لحظه است، انگار همون لحظه داره واقعا همین الان دوباره اون مثلا خرس داره بهش حمله میکنه. این دقیقاً تمام علائم اون رو احساس میکنه مجدد. یکی از کارهایی که میشه که اینا سعی میکنن به طور اتوماتیک سعی میکنه اجتناب کنه، یعنی هی سعی میکنه بهش فکر نکنه. بعد مغز ما طراحی شده که اگه به شما بگم به یک دایناسور صورتی رنگ فکر نکن، اولین چیزی که تو ذهنت میاد اینه که دایناسور صورتی به ذهن شما میاد. یعنی اصلا ما نمیتونیم به چیزی که نیست فکر نکنیم و چون الگوی اجتناب به طور اتوماتیک عمل میکنه، مدام بدتر اینا رو ترپ میکنه، گیر میندازه توی اون ساختار اون لحظه، اون حادثه و اون تجربه تلخ. راه حلایی که برای این گذاشتن دو تا اسم اصلی داره، دو تا شیوه اصلی داره که میگن اکسپوژر تراپی یا درمان مواجهه درمانی. یعنی با یک روش‌های مدام او رو با ترسش آروم آروم مواجه کنی و بذاری که دوباره تجربهش کنه و دوباره ببینتش و آروم آروم بتونه باهاش کنار بیاد و تجربهش کنه. اون اکسپوژر تراپی اون بخشی در واقع هستش که توی درمان‌های روانی و روانکاوی الان بیشتر داره بهش پرداخته میشه. و دوم هم بحث گروپ تراپی هستش، یعنی اینکه مثلا جمعی افرادی که در واقع تجربه شبیه هم دارن دور هم جمع میشن و این یک فضای امنی ایجاد میکنه، چون میدونه اون طرف مقابلش هم یا خود همون در واقع فاجعه رو تجربه کرد یا چیز شبیه اون رو تجربه کرد و این احساس امنیت بهش میده. احساس نمیکنه که داره قضاوت میشه اگر اون ناراحتیشو بیان کنه یا بگه. وقتی که حالا اینو داشته باشه، این کلا نماد PTSD. حالا ما با من، یعنی در واقع من به عنوان کسی که داشتم از بیرون در واقع با این عزیزان آشنا شدم، با یک چیز 10 پله پیچیده تری داشتم مواجه شدم. این که اتفاق افتاده بود، تموم نشده بود هنوز. تا این لحظه که من دارم با شما حرف میزنم ما هنوز به قول حامد کلوزر نداره هنوز، یعنی هنوز ما به نقطه‌ای نرسیدیم میگیم خب این شد و تمام شد برام. یعنی هنوز انگار این پرونده گشوده است بعد نزدیک فکر می‌کنم دیگه میشه گفت نزدیک 3 سال هست. دومی که طرف مقابل و رسانه‌های مقابل از دروغ، کتمان، جابجا کردن، یعنی اینقدرش راسته اینقدرش مثلا دروغه و یه سری راست و لای یه سری دروغ میکاره. یعنی با تمام تکنیکایی که بلد بود تلاش میکرد که اون چیزی که این عزیزان تجربه کردن و دست اول و عزیزش رو از دست داده، انگار داشت به اون اصل اتفاقه داشت حمله میکرد، از همه جور با همه تکنیکایی که بلد بود، از تحقیرش، از با لبخند بیان کردنش مثلا، یا شهید نام دادن، یعنی این که مثلا میدونی کل اصلا عنوان رو از فاجعه به یه چیز مثلا انگار با ارزش تبدیل کردن، انواع اقسام، تطمیع، پول دادن، مثلا تلاش کنن که بیایید ما انقدر پول بدیم. با هر کدوم از این عزیزانی که شما دارین میبینین از خانواده‌های پرواز یه تومار بلند بالا دارن، شیبه هایی که اینها سیستم کوشیده یه جوری باهاشون در واقع کاری که نذاره این کتابا نوشته بشه، نذاره اون روایت شخصی در واقع بیان بشه. یعنی حالا فرد داره با یک ترومای سنگین به این عظمت داره مواجه میشه، در عین حال واقعیت هم انگاری که مثلا فرض کنید که خود واقعیت هم داره دستکاری میشه اون بیرون. ارعاب، تهدید، کتک، ما نمونه شکنجه داریم که حالا بمانه، اصلا وارد جزئیات اینطوریش نمیشم که به هر حال هم تو خبرگزاری است و احتمالاً به مرور همینجوری میشنوید ازشون. برگزار کردن دادگاه با یه سری آدمایی که ما نمیدونیم مثلا واقعی بودن نبودن، روشون رو هیچکی ندید، یه سری 10 نفر آوردن چیدن بعد یه حرفایی زدن، اصلا معلوم نشد اون به کجا رسید. این همه اینها هی لایه به لایه داشت به این مجموعه فشردگی‌ها اضافه می‌کرد. اما من چیزی که در این همه، یعنی یه PTSD کلاسیک معمولی، PTSD چیز تجربه وحشتناکیه، این 10 چندان در واقع پیچیده. خب ولی این طرف ماجرا خبر خوب این بود که با هم بودن. یعنی پیش از این که اصلا کسی بخواد کاری بکنه، اون
بحث گروپ تراپی رو انگار اینا با هم شروع کردن با تشکیل انجمن خانواده که به نظر من که از حوادث استثنایی اصلا تاریخ معاصر ماست. شکل گرفتن یک مجموعه مردم نهاد بی ربط به هیچ قدرتی که داره تلاش میکنه یه سری کارهایی بکنه، یه سری تلاشهایی داره میکنه به این شکل، دست که من در تاریخ معاصر و همچنین تاریخ گذشته‌ام خیلی به خاطر نه. اینو داشتن به عنوان یک زمینه. بنابراین من اومده بودم توی جمعی که عزیزان قبلا با هم دیگه آشنا بودن، با هم افکارشون رو تجربه میکنن. خانم روانی پور رو حتما باید اشاره کنم که پیش از این که من با این عزیزان آشنا بشم به این شکل، ایشون شروع کرده بود که بشینیم خاطره بنویسیم، بشینیم چیکار کنیم. اون بخش خاطره نویسی که دوستان شروع کردن، بنابراین اون اکسپوژر تراپی یا مواجهه رو انگار شروع کرده. ما نمونه داشتیم تو همین خاطراتی که تو همین کتاب هست. عزیزی که نوشته، گمانم 2 سال بود درماش، میگفت که من حتی حرف نزدم، حتی تعریفش نکرده بودم به صورت شفاهی برای کسی. و من گفتم امیرحسین اولین بار دارم اینو مثلا به این شکل سعی میکنم بنویسم و خب خیلی تجربه عجیب و غریب دشواری بود. ما کاری که کردیم و در واقع حالا اینجا میخواستم بهتون بگم که کاری که حالا اینور با حضور ناداستان و اون تعریف که به شما دادم و عزیزانی که شاید به این شکل قضیه رو نمیدیدن و احساس میکنن که اصل ماجرا مدام داره عامدانه و به صورت سیستمیک داره دستکاری میشه و تلاش میکنن شکلش رو عوض کنن، اگه نمیتونن متوقفش کنن حداقل قیافش رو تغییر بدن و به یه شکل دیگه بکنن. تنها ابزاری که بود که 2-3 لایه به 2-3 جهت کمک میکرد. اولا که به نظرم تجربه و درک شرایط روانی که عزیزان توش قرار داشتن واقعا حتی برای منی که خب مثلا فکر میکنم یه گوشه هایشو از نزدیک دیدم، قابل تحلیل، قابل درک برای من نیست. انقدر این تاریک و این لحظات در واقع دشوار بوده. اما نتیجهش این شد که با همدیگه بودن، یعنی با شکل گیری در واقع کنار همدیگه و به هم نزدیک شدنشون و کوشش بسیار عجیب و غریبی. ببینید کار بسیار سختیه از یک میدونی با دیتیل به خاطر آوردن یک صحنه‌ای که در واقع یهو مثلا عزیز شما رو به این شکل از دست داده و یا پس و پیش اون رو و جزئیات رفتاری اون عزیز رو در واقع دوباره به خاطر آوردن، نه فقط به خاطر آوردن بلکه به کلمه، به رشته کلام در آوردن و تازه چاپش کردن و به اون حد رسوندن. مجموعه اینها کار دشوار و بزرگی بود که به نظر من در مجموع یه بخشی عمده‌ای از این محرک این قضیه این بود که تو دنیا همه ما دانسته میدونیم که یه عالمه ساختمون‌ها ساخته شده، برج‌ها، قصرها ساخته شده، بسیارشون تا امروز نمونده، باقی مونده. ما هنوز حتی نمیدونیم چرا اهرام ثلاثه مصر شکل گرفت. دلیل وجودیش هنوز زیر سواله. هست هنوز اونجا ولی ما نمیدونیم برای چی دقیقاً اونجا بوده، چی کار داشته این میکرد، چیزی جز قبر اون مثلا. چرا؟ چون روایتی ازش باقی نمونده. به نظر میرسه یه بخشی از اون تجربه که من با کسی کنار کردم، هم جنگیدن با اون بخش روانی PTSD، هم تلاش برای ثبت اون روایتی که هر کدوم از این عزیزان دست اول از عزیزشون تجربه کرده بودن. و اینجا بود که ناداستان تبدیل به اون بخشی که بهتون در ابتدا گفتم افشاگر بود، افشا کنه نگاه من و تجربه فرد من در مورد این قضیه و 2 مقاومت در برابر یه سیستم با یه هوش بالای شری که تلاش میکنه به صورت حرفه‌ای هوشه هایش جوری حرفه‌ای دستکاری میکنه که واقعا خود آدم گاهی درمش گیج میشه که اصلا روایت اصلی چی بود. و اینا تلاش میکنن که پاشو به زمین محکم نثر نوشتن و چاپ کردن و ثبت کردن برسونن. و بخش توی قسمت بعدم که جزئیات در واقع چه تجربه هایی در مورد اینکه چه تکنیک های استفاده شد میتونم صحبت کنم. فکر کنم الان در مورد این بخش به نظرم بله. یه دوستی پرسیده نان فیکشن ترجمه ناداستان هست.
ناداستان بله ترجمه نان فیکشن هست که معمولا به همین شکل نان هایفن فیکشن نوشته میشه. متشکرم. حسین عزیز، فکر کنم توی این مرحله اگر میکروفون در اختیار نویسنده ها بذاریم که اگر نظری دارن، صحبتی دارن در این مورد، نظر من به جا هست. سلام عرض می‌کنم به آقای دکتر، حضار محترم و عزیزانی که در زوم هستند و همینطور از امیر حسین عزیزم. به نام خدای رنگین کمان. من مریم زاری، مادر معصومه قوی، دختر بزرگم، دختری پرتوان، توانمند و پر انرژی و دختر کوچکم مهدیه قوی، دختری شاد و خندان و باهوش. خاطری کتابی که همونطور که از اسمش مشخصه کتابی که نباید نوشته بشه، ولی از مادرایی نوشته شده. البته مادرها تنها نیستن، کل خانواده شاید خواهر برادر اینا هم باشن، کسانی که بدترین جنایت بشریت رو به چشم خودشون دیدن، یعنی بدترین جنایتی در طول تاریخ اصلا چیزی نظیر نباشه. اون خاطری که من در این کتاب نوشتم خاطره گم شده ها هست. گم شده ها شاید از دید من گم شده، ولی از دید تاریخی گم شده نیست. از دید تاریخی جاودانه، رسالتی که جاودانه شدن، بچه ها ابدی شدن، همیشگی شدن. موقعی که من این خاطره رو می نوشتم چرا اسمش رو خاطره گم شده ها گذاشتم؟ چون من اینو همش دنبال دادخواهی بچه هم بودم، از این شهر به اون شهر اتاوا رفته بودم اونجا که دنبال دادخواهی بودم، همش این خاطره اتاوا رو نوشتم. اگر شما بخونید بعدا متوجه میشید که در چیه. بیشتر جنبه تاریخی داره خاطره که من نوشتم، در صورتی که خاطرهای احساساتی زیاد میتونستم بنویسم. من از دخترام خیلی خاطرهای زیادی دارم، مخصوصا از مهدی کوچکم. دختر کوچکم یک خرگوشی داشت به نام راشل، یعنی اینقدر این راشل رو دوست داشت که تمام این هواپیمای اوکراین رو به خاطر راشل انتخاب کرده بود. بلیطشون از لوفتانزا پس دادن، اومدن چون که هواپیما لوفتانزا خرگوش رو با خودش راشل رو نمی آورد کانادا، ما پس دادیم، دو مرتبه رفتیم هواپیمای اوکراین رو گرفتیم بلیطش رو. میتونستم خاطره اونو بنویسم، خیلی احساساتی تر، ولی این خاطره رو چون خاطره تاریخی هست و همیشه مونده، من در عنوان گمشده‌ها نوشتم. و موقعی که این اتفاق به من افتاد، من تو هواپیما تو فرودگاه بودم. تو فرودگاه بودیم که هنوز به خونه نیومده بودیم که این جنایت اتفاق افتاد. این بدترین جنایتی بود که بدترین اتفاقی بود که برای من افتاده بود. یعنی من موقعی که اولین بار که هنوز با این کتاب کلاس‌های خاطره‌نویسی آشنا نشده بودم، تمام زندگی ما از دست داده بود، نابود شده. یعنی فقط کار من تصمیم گرفتم چند بار خودکشی کنم، دست به خودکشی زدم ولی موفق نشدم، چون دیگه واقعا از زندگی بریده بودم، دیگه دوست نداشتم، هدفی نداشتم تو این زندگی بمونم. تا اینکه خانواده‌ها تصمیم گرفتن دو مرتبه یک کلاسی رو تشکیل دادن به نام کلاس خاطره‌نویسی و دوباره خانواده‌ها همه با هم جمع شدن. در صورتی که رژیم، حکومت تصمیم گرفته بود که خانواده‌ها رو به هم نزدیک نکنه. جسدهای بچه‌هامون رو تک تک داد. به خاطر چی؟ به خاطر خانواده‌ها به هم نزدیک نشن. غافل از اینکه خانواده‌ها هر جایی که باشه همدیگه رو پیدا میکنن. خانواده‌ها دوباره همدیگر رو پیدا کردن، کلاس‌های خاطره‌نویسی رو انداختن. برای اولین بار که با خانم نیلو روانی‌پور آشنا شدم، اصلا نمی‌تونستم حرف بزنم و میگفتم نمی‌نویسم، من زندگی ندارم، من نابود شدم. ولی خانم روانی‌پور به من گفت نه، به همه گفت باید بنویسید، شما رسالتی دارید، شما باید بنویسید تا نام بچه‌هاتون در تاریخ جاودانه بمانه. از همون روز تصمیم گرفتم بنوشتن. جلسه اول خانم روانپور به ما گفت برین چه کار کنید؟ برگای درخت‌ها رو جمع کنید، سنگ جمع کنید.
دوستای پرتغال تو دستاتون من اصلا برام خنده‌دار بود. اینا چیه؟ بعدها فهمیدم اینا چقدر نکته‌های مهمی داشت که میتونست منو به زندگی برگردونه. من که هیچی نمیتونستم بنویسم، با کسی حرف نمیزدم، گوشگیر شده بودم، دوباره تصمیم گرفتم شروع کنم بنوشتم. بهترین خاطرات رو نوشتم. بعد 2 مرتبه دیگه تشکر میکنم از جنابان دکتر حامد اسماعیلیون و امیر حسین یزدانپور. واقعا زحمت کشیدن، کنارمون بودن، ما رو دوباره به زندگی برگردوندن و هر چی که دارم فقط از استادای عزیزم دارم. اگه به زندگی دوباره برگشتم، اگه روی پا هستم، مدیون استادای عزیزم هستم و در اینجا ازشون تشکر میکنم و دستشون رو میبوسم بابت این کمکی که ما کردن. و الانم که اینجا هستم، تا روزی که زنده هستم و روی پام وایساده هستم، پا پس نمیکشم و به دادخواهی عزیزانم ادامه میدم. هرگز نمیبخشیم، نفراموش میکنیم. با تشکر. سلام، من بهشته رضایی هستم. دخترم بهاری کرم مقدم تو پرواز، ساکن ترکی. منم مریم جون قسمت اول گفتن ما کلاس‌های خاطره نویسی آنلاین با هم آشنا شدیم. مخصوصا من بعد از 9 ماه که روی زمین خشک دراز کشیده بودم، من خانم زرابی به زود کشیدم بودم توی گروه. من از نوشتن چیزی نمیدونستم، من واقعا اصلا نمیتونستم بنویسم. همون یه سری ما با خانم روانی‌پور کار کردیم و بعد فرشته مثل امیرحسین از راه رسید. امیرحسین خیلی مهربونه، مثل بچه منه. به قول خودش حالا یه آشنایی هم بهش پیام دادم که با آشنا هستم. و تو کلاساش واقعا وقتی با ما حرف میزنه میگه که من میترسم با شما حرف بزنم، انگار که حالا مفهومش اینه، انگار که من باید یواشکی از کنار یه بمبی رد بشم که یه چیزی نگم که شما رو ناراحت کنم. من حالا به نظر خودم من میگم که ما دیگه خیلی پوست باریم، یه هیچ چیزی ما رو ناراحت نمیکنه. ما با دشخیمی مثل جمهوری اسلامی طرف هستیم که از گیت بچه‌های ما رو رد کرد، تو چشمشون نگاه کرد، سوار هواپیما کرد و 2 تا موشک زد. از وقتی که ما این فاجعه رو شنیدیم زنده موندیم، یعنی ما خیلی پوست کنیم. و امیرحسین جان به ما مثلا میگن که درباره نکات ریزی که دور و برتون هست به یادتون میاد در مورد اونا صحبت کنیم. که من حالا اسم نوشته منم گذاشتم کره آب شده. من گریزی زدم به خاطره‌ای که پارسال تورنتو رفتم محل زندگی دخترم دوباره و درختی که اونجا کاشته شده بود ادای احترام کردم و گریزی زدم به خاطره‌ای که آخرین روز بهاره با ما بود و من داشتم شیرینی درست میکردم و به من میگفت که من باقلوا درست میکردم. میگفت مادر به من نگفتی باید روی این باقلوا کره بریزی. گفتم چرا دخترم؟ من گفتم. ما با هم بحث میکردیم و میخندیدیم. متاسفانه وقتی رفتم خونش رو جمع کنم، دفتر آشپزیشو که باز کردم دیدم من گفتم، نوشته شده بود اونجا. این
یعنی من یاد گرفتم یه وقتایی من حالم خراب میشه، جلسات نمیتونم برم، ولی باز دوباره به عشق دوستانم و امیرحسین عزیز سعی میکنم توی کلاس باشم و واقعا از تک تک دوستانم تشکر میکنم و همه اونایی که توی زوم هستن و نیستن. امید من به زندگی هستن و جلسه پیشم به امیرحسین جان گفتم من الان در قالب دخترم زندگی میکنم، من اسمم دیگه بهشته نیست، میشه گفت مخلوطی از بهشته و بهاره است و اینم نتیجه آموزشایی که دیدم و تونستم سر پا بمونم. از همه شما ممنونم. سلام خدمت همه عزیزانم. من هوریران سهراب هستم، مادر نگار برقعی که به همراه همسرش، خواهر همسرش و خواهرزاده همسرش توی پرواز بودم. اینجا دوست دارم که از منظر زرابی مادر دامادم بگم که الان منظر زرابیه که پروردگار منه. من بچه ها رو سپردم به خدای محمد. متاسفم برای خودم که سالیان سال یه همچین طرز فکری داشتم و یه همچین خدایی رو میپرستیدم و به دستوراتش عمل میکردم. الان جای ایستادم که پروردگار من منظر زرابیه، چون اونه که مهربانترین و مهربان هست. با غم سنگینی که داشت، با سوگ سنگینی که داشت، اما ماها رو دور هم جمع کرد و باعث شدش که با تمام غمی که داشت اما با نویسنده های مختلف ارتباط برقرار کنه، پیام بهشون بده، ازشون بخواد که بیان در کنار ما باشن تا بتونیم این غم جانکاه رو به یه کار بزرگی تبدیلش بکنیم. هم خودمون آرام بگیریم و همین که برای آیندگان. و بعد از اون از امیرحسین یزدانبود تشکر میکنم که واقعا میدونم که لحظات سختی رو با ما گذرونده، بسیار دشوار تونست که کنار ما باشه و هدایت کنه ما رو، که سرانجامش هم این بود که کتاب نباید نوشته میشد. من بعدش دوست داشتم، یعنی بچه هایی که توی کارگاه خاطره نویسی هستن از من خواستن که نوشته رو برای من فرستادن و مایلم که اونو در شما و بزرگ محترم برسونم. برای هر ستاره‌ای که ناگهان در آسمان غروب می‌کند دلم هزار پاره است. برخی آدم‌ها می‌نویسند تا فراموش کنند و ببخشند، اما در کارگاه خاطره نویسی ما بازماندگان جنایت پرواز PS 752
می‌نویسیم تا به خاطر آوریم. به یاد دنیا بیاوریم که چه گنجی را از ما رو بودند و چه جانهای عزیزی را گرفتند. هر کلمه‌ای که درباره عزیزانمان می‌نویسیم برای ما یک ستاره دنباله‌دار است. ما به واژه‌ها چنگ می‌زنیم و وقتی از آنها می‌نویسیم به خودمان برمیگردیم. آنچه بودیم و آنچه از ما گرفتند را مرور می‌کنیم و هر بار دوباره عزیزانمان متولد می‌شوند. روی کاغذ جاودانه می‌شوند. هزاران بار دستشان را می‌گیریم و از تاریکی آن جنایت هولناک به روشنی و سفیدی کاغذ می‌آوریم. کنارمان می‌نشینند، می‌گویند و ما می‌نویسیم. این کتاب نباید نوشته می‌شد. جگرگوشه‌های ما باید برمیگشتند سر خانه و زندگیشان. اما حالا که با خون جگر نوشته شده باید خوانده شود. تاریخ خونین این حکومت روزی به پایان میرسد و مانند همه جنایتکاران نامی ننگین از آنها باقی خواهد ماند. برای رسیدن به روز شیرین آزادی ما از زیباترین خنده ها و درخشانترین نگاه ها میگوییم. ممنون. به نظرم امیرحسین عزیز با تشکر از شما بسیار سپاسگزار که صحبت کردید و این پیش زمینه و در واقع بافت شکلگیری داستان‌ها رو شرح بدید. من واقعا فکر نمی‌کنم که بهتر از این متن آخری که شما خوندید در توصیف این که این نوشته ها چه کار میکنه بشه چیزی گفت. امیرحسین عزیز فکر کنم شما هم عقیده باشید که چقدر زیبا از استعاره تاریکی و روشنی. و جالب اینجاست که در این تضاد این که اساساً با قلم سیاه شما روشنی رو ببخشید و این به نظر من بهترین هستی شناسی یک نوشته است که ناداستان چیه، آوردن به روشنی آوردن این تجربه هاست و به صدا در آوردن صداهایی که خاموش شده است. باید از زبان شما که در واقع رو تجربه کردید باید شنیده میشد و شنیده شد. بسیار زیباست. متشکرم. میخوام بسپارم باز به امیرحسین عزیز که صحبتاشون رو ادامه بدن. میدونم صحبت کردن از مسائل تکنیکی داستان نویسی و ناداستان نویسی شاید خیلی سخت باشه، ولی ما دلمون میخواد که نشون بدیم چجوری این تاثیرگذاری چجوری بوده. ما در همینقدر بگم که ما در یک ماه اخیر در باشگاه ادبیات فارسی خوانی داریم به وظیفه خود، کوچکترین وظیفه خودمون که خواندن اینها است، عمل میکنیم. با دانشجوی دانشگاه UBC هر هفته می نشینیم و میخونیم، صحبت میکنیم، بعضا با هم اشک میریزیم و ادامه میدیم. دلمون میخواد که راجع به این تجربه هم حرف بزنیم. چی شد که این همه روی ما تاثیر گذاشت؟ بگذاریم که خیلیش به خاطر اینه که خوشبختانه یا بدبختانه انقدر جنایت شده که ما هر کدوممون یک کمی از این جنایت‌ها رو یا خیلی از این جنایت‌ها رو تجربه کردیم و همزاد پنداری با شما واقعا برای شخص خود من واقعا سخت نبود با اون همه جنایتی که ما هممون این از پشت سر گذاشتیم. متاسفانه که هر کسی یه جوری ضربه خورده. بنابراین دلم خواهد که راجع به این جنبه ها صحبت کنیم. چه جوری شده که ما اینقدر تاثیر میتونیم بگیریم؟ چقدر
قلم شما چجوری اینقدر قدرتمند شده، چه ویژگی‌هایی داره، که امیدوارم که این نکته بتونه به شما کمک کنه توی نوشتن بعدیتون، کارهای بعدیتون، که تواناتر و قدرتمندتر همچنان بنویسید. امیرحسین عزیز. مرسی. قبلش بذاریم بگم که من کلمه‌ای برای تشکر از شماها ندارم. واقعا این واقعیت اینه که شماها به من فرصت دادین برای اینکه خودم رو بهتر بشناسم. ولی حالا بیا این تعارف‌ها رو فعلا بذاریم کنار، بریم سر اصل داستان. واقعا این البته تعارف نبود، واقعیتی بود. ما کاری که کردیم آقای دکتر، اومدیم در واقع از همون جلسات اول، من فکر کردم بهترین راه برای اینکه بشود یک وجه هنری به متن افزود، شما باید اول کار هنری رو ببینی. یعنی باید اول خونده باشین که چی به چی میگن متن مثلا خوبه در واقع داستانی. بنابراین اومدیم از همون جلسه اول به پیشنهاد البته که دو تا دوستان از جمله حامد عزیز اومدیم مجموعه‌ای از داستان‌های ادبیات معاصر رو هر جلسه خوندیم و در موردش گپ زدیم. یعنی کاری که من کردم مثلا از همون اول از آقای جمالزاده شروع کردم و همجوری اومدم دیگه دونه دونه مثلا داستان‌ها رو به ترتیب تاریخی و هی تفاوت اینها رو، جزئیاتش رو بعد یادآوری می‌کردم. مثلا ببینید در داستان فلان مثلا فرض کنید از بزرگ علوی اینجا این اتفاق افتاده بود، این تکنیک رو داره به کار می‌بره. تلاش کردم در قالب تقریباً گمان می‌کنم یه چیزی حدود شاید نمیدونم 50 تا مثلا داستان کوتاه، 40-50 تا فکر کنم حداقل داستان کوتاه، بهترین های در واقع داستان کوتاه ادبیات فارسی تا فکر می‌کنم آخرین که خوندیم تا شمیم و بهار پیش اومدیم. یعنی دونه دونه از ابتدا تا تقریبا اغلب نویسنده های مطرح ادبیات فارسی بهترین کاراشو خوندیم و بحث کردیم. ببین مثلا اینجا چطور فضا سازی کرده، اینجا چطور مثلا راوی مثلا تغییر کرده، اینجا چطور مثلا دیالوگ نوشته، اینجا چطور بدون اینکه بگه نشون داده مثلا چی کار می‌خواسته بکنه. و تو هر جلسه نسبت به تکنیک اون داستان در واقع نیمه جلسه رو با هم حرف زدیم و گفتگو کردیم. نیمه دوم داستان جلسات عزیزان خاطراتشون رو میخوندن. حالا قطعه اغلب گاهی وقتا مردد مثلا اینو بگم نگم، این به نظرت آیا درسته و یا نیست. با توجه به اون قسمت اول و آموزه های در قسمت اول که خیلی مبتنی بر بازم میگم بهترین داستان‌های فارسی روزگار ما بود تا اینجا، داستان مدرن فارسی بود، تلاش میکردیم که با عزیزان کار کنیم مثلا به قولی شکل و ساختار نگاهشون به در واقع نان فیکشن یا مموار در واقع بهتره بگم تغییر بکنه. اتفاقی که اینجا افتاد بخش عمده‌ایش به نظرم بازم میگم یه بخشش این بود که خب میگم خیلی سخت بود، یا به نظرم میرسه که پیش از این که اصلا من به عزیزان وصل بشم و تو این جمع حیرت انگیز واقعا قرار بگیرم، اون بخش امنیت و اعتماد کردن و اون احساس آرامش کردن در جمع حل شده بود و خب من از این جهت دست مشکلی نبود. اما میدیدم در طول جلسات که مثلا همینطور که می آمدیم جلو تا 10:30-40 تقریبا فکر میکنم وقتی رسیدیم، من تو 10:30-40 وقتی رسیدم به داستان نویسی فارسی و داشتم میخوندم، من میدیدم که چیزایی که شنیده شده داشتم اثراتش رو توی متنشون میدیدم که چطور دارن سعی میکنن که مثلا ببین چطور مثلا صحنه رو ساخت، چطور یه جزئیات اطراف یک ماجرا رو پرداخته و بهش مثلا رفته تو دل ماجرا. یه بخشش این بود. بخش دوم بود که خب یه خود در ابتدا دشوار بود این خشم، این نفرت رو کانالیزه کردن به سمت هنر، به سمتی که کار فارغ از اینکه شما این ماجرا براتون چقدر تاثیرگذار باشه یا اصلا بشناسید این عزیزان رو یا نه، خود متن واقعا واجد کیفیت ادبی باشه. این از اینجایی می اومد که
به نظرم تو طول به مرور زمان عزیزان داشتن یاد میگرفتن که چطور اون انرژی که دوست داره فریاد بزنه یا دوست داره مثلا مستقیم به موضوعات بپردازه، چطور اون رو حولش رو دور بزنه و نزدیک بشه و برای ما فضایی که این دوستان تجربه کردن رو بازسازی کنه. یه چیزی میخوام اضافه کنم، این حیف امروز گفته نشه، شاید به مجموع این قطعه از صحبتم خیلی ارتباطی نداشته باشه. ما هنوز داریم در مورد نازی، آلمان نازی کتاب میبینیم، فیلم میسازن، تئاتر، موسیقی. اتفاقی که اینجا افتاده اینه که هم به دلیل بخشی از سنت خصوصا یهودیان اشکنازی و هم به خاطر حالا به هزار یک علتی از فجایع آلمان نازی تکست باقی مونده، متن باقی مونده، دفترچه های کوچکی که اینها توی مثلا کمپا می نوشتند و اینطور میشه که اگر شاید من گمان میکنم اگر روایت های دست اول اون شکلی به این صورت ثبت نمیشد که نیمیش در واقع به نظرم میسه فرهنگ مذهبی قومی اون مردم هستش که اساساً اعتراف در اونها متنی هستش و تکستی هستش و باید حتما انگار نوشته بشه تا رخ بده. یه بخشش اینه، یه بخشش به هر دلیل هوش جمعی بوده که اینو باید ثبتش کنیم. و تو نگاه میکنی میبینی هنوز تو 2017 فلان فیلم با موضوع آلمان داره جایزه میبره، تو مثلا بفتا میبینی. یعنی چطور این اتفاق میفته؟ این اون جایی که به شما عرض میکنم که وقتی روایت ابزار جنگ میشه. چرا؟ برای اینکه سیستم داره با روایت میجنگه. یکی از ابزارش فقط اینایی که توی خیابون میریزن و میزنن و نمیدونم باتون دستشون و اینا نیست. بخش عمده‌ای از جنگش اون جایی که داره واقعیت رو قلب میکنه با جزئیات، نه یهو همشو کوچیک آرام آرام بخشای از مسائل رو با یک هم جابجا کردن کل موضوع رو زیر سوال میبره، کل ماجرا رو میتونه چیز کنه. اینجاست که من فکر میکنم که حالا نه فقط این عزیزان که به هر حال این همه کار بزرگی کردن در این زمینه، من حتی میبینم متاسفانه در فضای ادبیات ما دوستان اهل هنر، نویسندگی و نظایر اینها یه جور انگار انفعال یا قهر کردن که میفهمم قابل درک، بسیار کار سختیه شما از ماجرایی در حال رخ دادن بنویسید، ولی اهمیتش در اینه که ببینیم در 20 سال بعد، نمیدونم 30 سال بعد، مثلا یه جوونایی مثل همین جوونای کلوپ فارسی خوانی دانشگاه بریتیش کلمبیا 30 سال بعد برگردن، روزنامه کیهان رو هم داشته باشن، کتاب خاطرات مادرانی که اونو تجربه کردن هم داشته باشن و ببینیم که گود لاک که شما اونو بتونی تثبیتش روایت رسمی شده یا حالا مثلا میگیم مکتوب وابسته به رژیم رو بتونی به رقابت فرا بخوانی در مقابل تجربه مادرانی مثل این عزیزانی که تجربه دست اول نوشتنش. اینجاست که به نظرم میرسه که بازم میگم یکی از در واقع ابزارهای ما که شاید من گمان میکنم از کوکتل مولوتوف و ممکنه بزرگتر و نه که اون بعده یا اصلا کاری به اینا نم، به عنوان یکی از ابزارهای مقاومت، کاری که ما بلدیم شما میتونین انجام بدین یا کسایی که بلدن. الان موقع استفاده از این موشک بالستیک ضد دروغه و این روشش اینه که تلاش کنین ثبتش کنین و چون اونا دارن این کارو میکنن، فقط با این فرق که اونا حقوق میگیرن، اونا یه عالمه امکانات دارن، اونا همه اون چیزایی که باید بهرام مرادی میداشت برای اینکه بتونه واقعیت رو بنویسه ازش گرفتن و حالا خودشون دارن باهاش دروغ میسازن. میدونین چی میخوام بگم؟ یعنی نمونه کسایی که میتونستن تو این ماجرا نقشی و خب ما هم جنگ خودمون رو داریم. جنگ من جنگی روایت و فکر میکنم جنگ این عزیزان هم اینه که میتونن تو این زمینه هم از این ابزار برای اینکه جلوی در واقع پروپاگاندا و ماشین دروغ و چاخان در واقع سیستم رو بگیرن. اینجا بازم برگردیم، حیف این خیلی نریم تو بحث اینطوری، نه که بد باشه. میخوام به شما بگم که
چطور یادداشت برداشتن، چطور ثبت لحظه های یه تجربه به شما ابزار اینو میده که در آینده نتونی گذشته‌تو بازنویسی بکنی یا دستکاریش بکنی. ما خیلی جالبه اینو. بذارین یه چیزی من بهتون بگم، حیف یه ذره برگردیم به خود ناداستان و کاری که انجام میده با مغز و روان ما. بارها دیدید که مثلا با یه دوستی 10 سال پیش حرفتون شده، بعد یه جایی میبینیشون که اصلا قضیه یادتون رفته، بعد میگی چی شد اون روز، مثلا چرا این حرف بعدو مثلا به من زدی. روایتی که اون میگه با اون چیزی که تو حافظه شماست گاهی وقتایی اون 100% فرق میکنه. چه اتفاقی میفته؟ ساخت مغز ما تلاش میکنه که از پس یک فاجعه، اتفاق سنگین یا اتفاق تلخ دستکاریش میکنه و انگار که ریرایتش، دوباره بازنویسیش میکنه و تلاش میکنه بازخوانیش بکنه. ثبت کردن اون اگرچه در اون لحظات بسیار کار دشواری، اما کمک میکنه که ما برای آیندگانی یا حتی امروزی ها حتی روایت آلترناتیو جا بگذاریم. و اینجاست که این ادبیاتی که به کاشیش رانده شده، ادبیاتی که ما توی اقلیت‌های مذهبی می‌بینیم، اقلیت‌های جنسیتی می‌بینیم، اقلیت‌های، کجاست متن اینها؟ ما چند تا ما با دکتر دهقانی ما داشتیم تلاش می‌کردیم در مورد مثلا فرض کنید روایت بهاییت در ادبیات ایران بگردیم. این همه کتاب ما داریم و این همه این عزیزان تحت فشار بودن، کم هم نیستن تعدادشون. ما نتونستیم به اندازه انگشتان یک دست متن پیدا کنیم. چنان سرکوب شده، چنان به حاشیه رانده شده که فاجعه‌ای که در مورد این مثلا فرض کنید که جامعه بهایی داره اتفاق میفته، ما واقعا منزل 5 انگشتای یه دست مطلب نداریم که بگیم اینجا چی بوده. اگه حافظه بنده و شما رو یه دفعه تمیز کنن و هممون فراموش کنیم، هیچ انگار سند بیرونی نداریم که بگیم آقا اینها اینجا داشتن این اتفاق داشته رخ میداده. و این چیزیه که به نظرم میرسه که قدرت، خودکامه، اختناق، هر چی که اسمشو میذاره، همه اسمای بد سیاسی تاریخ رو این ویژگی خودشونو بنا میکنه. این ویژگی که آدم‌های ساکت میمونن و حرف نمیزنن و اون روایت غالب رو انگار اجازه میدن بهش که کار بکنه. و باز برگردیم به ابتدا، چرا ناداستان در همه جای دنیا، نه فقط الان. تو قضیه میتو فرض کنید در آمریکای شمالی، دوستان شما به خاطر بخش از آدینس ما الان توی فضای امریکا هستن و میشناسن فضای کانادا و امریکا رو، اگه نگاه کنید همینطور اروپا، قضیه میتو و اصلا چجوری میتو شد. میتو بخش عمده‌ایش رو به تکست ناداستان، الان بخش عمده از حضورش و ادامش رو مثلا به ناداستان در واقع مدیون انگار. یعنی روایت‌های دست اول فردی از آدم‌هایی که اون ماجرا رو، اون فاجعه رو در واقع تجربه کرده بودن. اون اتفاقی که اینجا داره میفته و می‌بینید هنوز مادران تا جایی که جا داره پر از خشم و پر از این نفرت هستن، ولی تلاش کردیم که این باعث نشه که اون متن بار در واقع کیفیت ادبیش رو از دست بده. من نمیدونم چقدر از این موفق شد. خود من چون زیادی درگیر متن بودم و واقعا نمیتونم، اینو باید بذاریم بر عهده زمان و احتمالا مخاطبامون که، ولی هدف از ابتدا این بود که صرفاً به یک میدونی مدام اعتراض کردن یا فحشنامه تبدیل نشه. واقعا تجربه های ناب زیستن با این جانهای عزیز از دست رفته به اضافه هنر روایت توش دیده بشه و خب امیدوارم که راه خودشو باز کنه و شروعی برای جریانی از این دست باشه، نه فقط برای این فاجعه، بلکه امیدوارم که مثلا بقیه هم شروع کنن، چنان که روایت در مورد دهش، در مورد کشتار 67، در مورد قضیه آبان، ما این همه مسئله داریم و امیدوارم که این اتفاق شکل بگیره و این قضیه در واقع شروعی باشه برای یا کمکی کنه به اون جریان. خیلی ممنون، سپاسگزارم. از بچه‌های باشگاه اینجا هستن کسایی که خوندن و میتونن خبر دست اول به شما بدن که چجوری اینا تاثیر گذاشته و اگه سوالی دارن یا مطلبی میخوان بفرمایید. هم آنلاین هستن دوستان. من می‌خواستم بپرسم اگه پردیس عزیز ببینن
توی چت کسی مطلبی گذاشته، یه سوالی گذاشته، حتما از دید ما مخفی نمونه، مخفوض نمونه و اگر کسی هم اینجا سوالی داره الان موقعش هست که هر کسی مطلبی بکنیم صحبت داره تا هم میهمانان عزیز ما اینجا هم همین حسین عزیز پاسخ بده. حتما میرسه به عنوان کسی که فقط به حال این آثار رو تا یه حدودی خونده، من اگر بخوام بگم که چرا این کتاب رو بخریم به غیر از حالا به لحاظ تکنیکی چه جذابیت هایی داره و چرا من خودم به شخص جذب شدم، من خودم خواننده حرفه‌ای رمان و داستانم و ادعای ادبی اینها نمی‌کنم، فقط میگم به عنوان یک خواننده حرفه‌ای یه مقداری سخت پسند هستم. به هر حال یه چیزی باید واقعا قوی باشه تا من بتونم جذب بشم و بخونمش و میتونم بگم که 2 دسته داستان در این مجموعه توجه من رو جلب کرد. هنوز من کل اثر رو نخوندم و نداشتم تا اون نمونه هایی که امیرحسین عزیز برای ما فرستاد. 2 دسته بودن. یه دسته از کارها هستن که از شخصیت‌های مورد صحبت یک تیپ ارائه میکنن، یعنی که این همون اون عزیزی که از دست رفته یک کسی هست مثل برادر خواهر شما، مثل یه دانشجوی دیگه، مثل یه معلم دیگه، یک کسی هست مثل خودتون که از دست رفته. خب این خب خیلی فاصله داره از داستان که تلاش میکنه که از تیپ سازی بپرهیزه و شخصیت سازی بکنه در مقابل تیپ سازی. و خب این همونطور که گفتم نوسان بین ناداستان و داستان، یه نوسان بین ثبت تاریخ و داستان، اینجا کفه ترازو به نفع ثبت واقعیت، ثبت در واقع شخصیت‌های واقعی است. اما در این حال علت اثرگذاری این رو هم میشه بررسی کرد، در راجع بهش صحبت کرد. خیلی ساده وقتی بهش فکر کردم چرا این داستان الان داره اثر میذاره، من هیچ وقت داستان که تیپ بسازه روم اثر نمیذاشته، چرا این داره اثر میذاره؟ یه مقداری توی مخصوصا اونایی که مفصل‌تر و با جزئیات بیشتری نوشته شده، به نظرم اومد که یه فریاد عجیبی توی این داستان هست علیه اون کسایی که ساکت نشستن، مثل اینکه اتفاقای بد، فاجعه ها، مصیبت ها قراره برای دیگری اتفاق بیفته، برای شما قرار نیست اتفاق بیفته. این تیپ سازی کمک میکنه مثل اینکه بگیم که ای کسی که توی خونه نشستی فکر میکنی که اغتشاشات بیرون داره اتفاق میفته، هر کدوم از اون اتفاقات ممکنه برای پسر خودت بیفته، برای تو بیفته. مریضی و مرگ برای دیگری نیست، برای همه است و همه ما در این مشترک. پس بیایید بیرون و صدا بکنید. می‌بینید یه همچین فریادی توش هست. و از این جهتی که اون تیپ سازی برخلاف سنت داستان نویسی که سعی میکنه که از تیپ سازی بپرهیزه، اینجا تیپ سازی به کمک ناداستان میاد و خب ویژگی ناداستان هست. در مقابل یه سری هم داریم که مثالش رو زدم از خانم تاجیک در مورد شهرام تاجیک عزیز که نوشتن، اون که درخت سیب، در اون به جای تیپ سازی اتفاقا اومده با جزئیات زیاده. خب من حالا تاکید میکنم روی جزئیات، انقدر جزئیات وارد کردن ادراکات حسی مثل لامسه، مثل شنوایی، مثل بویایی، انقدر شما رو به اون شخصیت نزدیک میکنه. مثلا توی اون داستان میخونیم که جریان دوران کودکی شهرام رو میگه، روزی که مثلا خودش رو میسوزونه و این دستاشو سوزونده و میبرنش و هر دفعه که میخوان پانسمانش رو عوض کنن تمام خانواده به همراه شهرام کودکی که داره زجر میکشه، همه خانواده دارن زجر میکشن و مادری که اون موقعی که شهرام داره پانسمانش عوض میشه، مادر اصلا نشسته توی آشپزخونه نمیتونه از جاش تکون بخوره، اینقدر حالش بده، اینقدر داره زجر میکشه. و با این موازی کردن جریان سوختگی،
این که میبره تو سطح لامسه. ما سوختگی رو در هممون سوختگی رو درک کردیم، هممون این جریان یه نفر بسوزه بقیه یا یه نفر یه دردی بکشه هممون درد رو تجربه کنیم، هممون درک کردیم. با احساس بویایی، قضیه کره و داستان مثلا دستور آشپزی، احساس بویایی، احساس چشایی، با وارد کردن همه بدن ما توی داستان همزاد پنداری رو چندین برابر کردن و باعث میشن که ما احساس همزاد پنداری کنیم. پس دو جنبه دارم به نظر من، حالا به نظر این نوین، که یکی هم با دور شدن از داستان نویسی و با تیپ سازی در واقع همه رو شریک این درک کردن و به هممون تلنگر زدن که این اتفاق منحصر به فردی نیست که فقط برای یه شهرام بیفته، برای همه ممکنه بیفته. و از یه طرف با بدنی کردن و شخصی کردن و وارد کردن جزئیات زیاد از اون واقعه ها شخصیت پردازی کردن که باعث شدن که همزادپنداری چندین برابر صورت بگیره. یه جوری که من اصلا واقعا تک تک اون صحنه ها رو آدم توی زندگیش حس کرده. می‌دونید واقعا که شخصیت پردازی کنه. حالا امیدوارم که تونسته باشم یه بازخوردی به هم نویسنده هم به استاد کارگاه داده باشم و مربوط بوده باشه و کمکی کرده باشه. خیلی دوست دارم از حضار بشنویم و اولین نفر اگر عزیز. ببخشید من فقط تعجب میکنم چرا همش فعل گذشته میگیم. ما چندین سال داریم، الانم که ادامه داره، چرا فقط میگیم کردن؟ جنایت ادامه داره. اصلا گذشته فعل ما رو نکنیم، گذشته بوده، هست، ادامه داره. من فقط از این تعجب میکنم، نه تمام نشده، ادامه داره. درسته که عزیزای شما رو گرفته، گیت رد کردن، هم کلاسای بچه های من بودن، من میشناسم، ولی الان بچه رو تو ماشین پدر مادر بچه رو میکشن، چشم در میاره، آمار تخلیه چشم رو ببینید. اینا رو چرا نمیگیم؟ بذار بگیم، چرا نمیگیم؟ اینم داره مغزمون داره میگه نگیم، نمیدونم، من که دیگه شدم. شاید هم درست نرفته باشم، ولی نمیخوام بذارم کنار. بله بسیاری، بله همین دیگه، این رسالت شماست، بنویسید. میدونید کاری که داستان‌ها دارن میکنن اتفاقا کاری که داستان‌ها میکنن اتفاقا جالبش همینه. میگم با این تیپ سازی و یه اتفاقی که هر آن ممکنه دوباره بیفته. میدونید یعنی اتفاقا گذشته و ماضی بعید رو دارن تبدیل میکنن به مضارع مستمر، اتفاقی که دائما در حال جریان است، دارد میشود. میدونید و شما چه نشسته اید که دارند میکشن. میدونید این بحث من اتفاقا همین بود. از یادآوریتون متشکرم. بله واقعا همینطور هست. و اگر شما مطلبی نه اگر ایشون صحبتی کردن یا علی حسین عزیز بعد بفرمایید. شما درست بفرمایید. ما الان تمام شنبه ها بیرون هستیم. ما تو مملکت متاسفانه نیستیم. یعنی من باید میشدم، من متاسفانه من کلاً یه دختر و یه پسر دارم. دخترم برای من هست، من سعی میکنم گذشته استفاده نکنم. و یه پسرم دارم که الان دنبال اون راه افتادم، آواره دنیا و الان ونکوورم. من الان باید وسط اون خیابون میشدم، من باید جلوی اون بچه ها وای میستادم که اونا گلوله نخورن، چون من زندگیمو کردم. من دیگه درسته پسرم دائم تو چشمای من نگاه میکنه، من مجبورم از کلمات درست استفاده کنم وقتی حرف میزنم، ولی من واقعا آرزو میکنم ایران بودم. و الانم در حقیقت دست و پای من به اون بسته شده، اجازه خودم دست خودم نیست. من تا وقتی دیگه که برگشتم و پس نداده بودم
اون آروم و قرار نداشت. من مجبور شدم اینجا بمونم. 1.5 سال اینجا هستم. من باید وسط خیابون میشدم. من هر روز صبح چشمامو باز میکنم، با نگرانی گوشیمو باز میکنم، چون من مادری بودم که مرگ بچه‌م از توییتر خوندم. اون موقع که هنوز فضای مجازی آنچنان بود نبود. من دخترم یه ریتوییت کرده بود، من باز کردم که ببینم بهاری چی رو ریتوییت کرده. 2 تا بود. اونم برای اون فرودگاه اسد، اونجای پایگاهی که زده بودن، آدمای دیگه نوشته بودن که نگران نباشید، این بچه‌م چون همش گریه میکرد که من دارم میرم، شما اینجا میمیرید، من دارم میرم. ما خوشحال بودیم که اون داره میره. ولی بعضی وقتا حوادث برعکس میشه. اون مرد، ما موندیم. بعد من باز کردم گوشیمو، اولین چیزی که اومد توی توییتر برای من، هواپیمای اوکراینی در نزدیکی تهران با 180 سرنشین سقوط کرد. من جاده بودم، مادر شوهرم فوت کرده بود، داشتم میرفتم. من این خبر رو بلند خوندم. این یوترنی که شما میگین یوترن نبود. بیشتر از 360 درجه پسر من دور زد. ما جاده رو برگشتیم. و من به عنوان یه مادر میگفتم که سقوط کرده ای. نه حتما بنزینش، حتما یه بالش چیزیش شده. چون که یک مادر بودم. ولی الان من هر روز صبح متاسفم که چشمامو باز میکنم، میبینم یه دونه نه، 2 تا نه، 3 تا نه، جوون، پیر، بچه از دست میرن. و فقط من میتونم تو فضای مجازی اعتراض بکنم. کار دیگه‌ای منی که دور هستم از دستم بر نمیاد. شنبه الان شده شنبه های اعتراض. به جز این شنبه های اعتراض کاری از دست ما اینجا بر نمیاد. ما صدای همه هستیم الان. ما دیگه الان برای همه داریم دادخواهی میکنیم. امیدوارم که به نتیجه برسه. ببخشید صدای من میاد؟ من تو همین ساختمون شما هستم. بعد 2 طبقه میمدم بالاتر، یعنی حضورم دارم اینجا به صورت فیزیکی تو ونکوور. صحبت‌های جالبی شد. من فقط می‌خواستم یه نکته رو اینجا اضافه بکنم. آقای دکتر یزدان بودم گفتن بحث نوشتن رو. ببینید ما کاری که الان احساس می‌کنم باید انجام بدیم اینه که از حالت قربانی بیایم بیرون و به حالت خلاق برسیم. این کاریه که شما انجام دادید با نوشتن. یعنی از اون فضای قربانی بیایم بیرون، ما دیگه قربانی نباشیم و ما خلاق باشیم، خلاق هنری، خلاق نوشتن. ببینید نوشتن انقدر موثره. اولین انسان‌هایی رو که اینا تو قطرهای زنجیره ازبن بودن کیا بودن؟ نویسنده ها بودن. این خودش نشون میده که چقدر نوشتن موثره، چقدر قلم برد داره. و ما اون جبهه قلم رو اگر که داشته باشیم، اینها نمیتونن به صورت ایدئولوژیک انسان‌ها رو دور خودشون، یعنی یک سری انسان‌ها رو اینا به صورت ایدئولوژیک آوردن. چرا آوردن؟ چون ما کار نکردیم، چون ما ننوشتیم، چون ما ایدئولوژی خودمون رو نگفتیم. خب کسی که درگیر ایدئولوژی مذهبه به سادگی برده میشه، به سادگی سرباز اونها میشه. و ما باید تو اون جبهه، ما باید تو جبهه ایدئولوژی، ما لازم نیست بریم، هر کسی لازم نیست بره تو خیابون، هر کسی لازم نیست بره تظاهرات. یکی میتونه بنویسه و صدها برابر اثر بیشتری بگذاره و با نوشتن یک داستان، یک کتاب. و اهمیت نوشتن من فقط میخواستم اینجا بگم. من خودم توی این 70 روز که شما اشاره کردین که این اتفاقات افتاده، هممون دچار به هم ریختگی شدیم. من این به هم ریختگی خودم رو تبدیل کردم به نوشته. من نویسنده حرفه‌ای نیستم، ولی اون حسی رو که داشتم تبدیل شد به 10 نوشته و اونا رو گذاشتم. هم خودم آروم شدم، هم تبدیلش کردم به خلاقیت، هم حرفم رو زدم.
میخواستم فقط این نکته رو بگم که از فاز قربانی بیایم بیرون، بریم توی فاز خلاق و این خلاقیت ما، این هنر ما، این که نوشتن یکی از قشنگترین، یکی از براترین روش‌های ارائه هنری. الان گرافیستا دارن کار میکنن، همه فیلمسازا دارن کار میکنن، آهنگسازا دارن کار میکنن. کسایی که قلم دارن میتونن خیلی موثر باشن. مثالی که شما زدید در مورد ظلمی که نازی‌ها انجام دادن و با قلم چطور پاسخ داده شد در کل جهان، ما میتونیم با قلم خیلی تاثیر بذاریم. یادتون باشه اینا سربازهای ایدئولوژیک هستن، سربازهای اصلیشون. ما با ایدئولوژی داعش، با ایدئولوژی طالبان، با ایدئولوژی که تو ایران حاکمه طرف حسابیم. امیدوارم که سریع بتونیم از این فاز قربانی بیایم بیرون و تبدیلش کنیم به خلاقیت. خیلی متشکرم. من یه لینک هم توی گروه گذاشتم اگر دوست داشتید. نه البته نویسنده حرفه‌ای نیستم، خودم رو با نویسندگی آیدنتیفای نمی‌کنم، ولی خیلی خوشحالم از آشنایی با همتون. متشکرم. بازم سپاسگزارم امیرحسین عزیز. ما وقت زیادی نداریم، ولی باز هم من دلم می‌خواست از سپاسگزار من تشکر میکنم از امیرحسین عزیز، از شما دوستان عزیز ستمه. واقعا خیلی چیز یاد گرفتم، ممنون. من خودم وقتی نوجوان بودم خیلی ادبیات دفاع مقدس رو میخوندم و فکر میکنم همون حرکت ایدئولوژیک که حالا جمهوری اسلامی در اون زمان انجام داد خیلی تاثیر زیادی تو خیلی نوجوانا اون موقع گذاشته باشه. حالا سوالم از امیرحسین اینه که الان این کاری که شما انجام دادید، خودتونم گفتین یه کار یونیکه که حالا انجام نشده. الان اگه بخوایم اینو ما بیشتر در حقیقت آدمای بیشتری رو بهشون آموزش بدیم بنویسن، یا اینکه کارگاه‌های داستان نویسی به این تعبیر که حالا اقلیت‌های دینی یا اقلیت‌های قومی اینا هم خاطراتی دارن که هیچ جا رکورد نشده و داکیومنت نشده و ما خیلی فرهنگ شفاهی داریم. مثلا امکانش هست که این پروسه رو شما بتونید یه جوری داکیومنت بکنین و اینو بیشتر در سطح بزرگتری ما بتونیم پخش کنیم که جوان‌ها بتونن، اونا هم که الان تو ایران هستن همین کارو انجام بدن. خیلی ممنون. مرسی از توجهت، متشکرم. من فقط کوتاه جوابتو بدم. به نظرم مرسی که ما اتفاقا در جمع عزیزانم جمع مدران پرواز بحث همین قضیه مطرح شد. ما دو تا نکته داریم. یکی این که همیشه به عزیزانم میگم فقط شما نیستین که صدمه دیدین، یعنی شماها صدمه دیدین، یه عالمه آدم دیگه از قبل اون ماجرا زندگی ها به هم ریخت. من حداقل شاهد چند تاشون که هیچ ربطی به مستقیم به پرواز نداشتن. روایت اینها لازمه شنیده بشه. فقط در مورد تازه پرواز، یعنی یه قلم از جنایات و فجایع رو تازه وارد بحثای دیگه اصلا نمیشه. مثلا یعنی واقعا همین در مورد خود پرواز، این روایت بازماندگان پرواز به صورت مستقیمه. بقیه چی؟ یعنی من میدانم و در جریانم که مثلا فرض بفرمایید که چطور مسیر زیست ایرانی ها رو تو آدم هایی که حالا به صورت غیر مستقیمه بلا بی واسطه در واقع در جریان این قضایا بودن، چطور تحت تاثیر قرار داد و چطور اونها رو به اونها آسیب زده. هر کدوم از اینها ما این یه بخش، یه نکته دوم این که از قضا ما اینستاگرام داریم، مثلا تلگرام داریم، مثلا اینا کانال درست میکنن و مثلا توییتر هست و نمیدونم چه فضای سوشال میدیا اون مثل فیسبوک و نظایرونه که میشه توش نوشت، امکان اینو به ما میده که یا داره میده که آدم ها تقریبا با روایت های شخصی هر کدوم کوچولو دارن مینویسن. احتمال اینکه مطالب توی اینستاگرام از یه شب از بین بره، به عنوان یه آدمی که شغلش یه جورایی به آیتی ربط داره و در واقع تخصص دیگه هم اینه، تقریبا غیر ممکنه. بنابراین خیالتون راحت که اونایی که اونجا میمونه اگرم قرار باشه درشو ببندن، فرصت کافی همیشه وجود داره، چون سیستم کلاود اینجوریه که باقی مونه. تقریبا جای امنیه. چقدر الان داره توی فضای مثلا
توییتر یا مثلا فضای اینستاگرام یا جاهای دیگه این رسم روایت کردن از ماجراهایی که در خیابان دیدن، یعنی یه بخشش مردم دارن این کارو میکنن. من خیلی احساس نمیکنم صفری و هیچی وجود نداره، اما این که به صورت هدفمند بتونیم یه همچین کاره بکنیم، من امیدوارم بشه یه روزی نمیدونم 5-6 نفر 7-10 نفر هر چقدر عزیزانی که بلا واسطه با ماجرای آبان خونین در ارتباط بودن بیاین همه حول موضوع آبان خونین، اونایی که تجربهشو داشتن و تجربه کردن، روایت این آدم‌ها رو بنویسیم. بنده برای من خیلی چیزا رو الان نمیدونم، مثل همه شما یه عالمه سوال چی میشه بعدش، که اینا میرن چطور خواهد شد، آیا موفق شد، من نمیدونم، به نظرم هیچ کسی هم نمیدونه. یه چیزایی رو ولی میدونم و مطمئنم، تردیدی توش ندارم. اونم این که حداقل کاری که الان میشه کرد اینه که با اون کاری که من و شما بلدیم احتمالاً 1 ثبتش کنیم، 2 اینجوری نمیمونه. این با این فرمون اینجوری نمیمونه. کی چه جوریشو هیچکی من نمیدونم دست کم، خب ولی دست کم میدونم که آنچه که من مینویسم مثل قضیه همون، حالا مثالی که دوستمون زد در مورد روایت حالا به کوتان کوت دفاع مقدس، واقعا برای اینکه اگه یادت باشه دوست من یادم من اولین چیزایی که واقعا داستانی نوشتم نامه‌هایی بوده که دبستان برای ما میفرستادن، نامه به یک سرباز مثلا در جبهه چیزی بنویسیم. درست یا غلط اونا مکتوباتش رو جمع کردن و الان همه اینها 10 جلد کتاب در مورد حالا به اصطلاح فرهنگ ادبیات دفاع مقدس، نامه‌هایی به سربازان فلان، اینا همه مکتوب شده. یکی از جاهایی که آرتیستا میتونن بایستن بر اساسش و اثر خلاق بسازن 10 سال بعد، 20 سال بعد، 30 سال بعد، شاید بنده نباشم اصلا تو جمع تکست اون تکست در واقع کمک میکنه به اونها بتونن اون مسیر رو بتونن ادامه بدن. و این کاری که ما میتونیم مثل همین دوست عزیزمون رسول عزیز، فکر میکنم که دیدم لینک گذاشته بود، داره گوشه هایی از در واقع چیزایی که تجربیاتی که داره رو مینویسه و از قضا من تاکید میکنم شخصی ترش کنید. شمایی که تو کانادا هستی چه تجربه ای داشتی؟ خیلی به خود اصلا روایت شما خیلی روایت جالب میدونی، یعنی روایت شما از قضا به عنوان یه ایرانی که حالا با فاصله یا از دور دارین در واقع این قضیه رو میبینید، اتفاقا خیلی روایت جالبیه، حداقل دست اوله و شما دارید تجربهش میکنید و این چیزی که به کمک میاد، به کار میاد. اینکه چه تجربه هایی تو توی همین رالیایی که الان توی ایران داریم میبینیم، توی فضای کانادا داریم میبینیم، تجربه نمیدونم میدان مثلا راهپیمایی 100,000 نفره برلین، روایت‌های شخصی، روایت‌های جزءدار و ریزه ریزه از اینها فیلم ها ساخته خواهد شد. استریمرهای آینده از اینها کلی سیریز و تیوی سیریز ها از تو اینها بیرون خواهد اومد. بنده در مورد این تردیدی ندارم که این روزها روایت خواهد شد و ما میتونیم حداقل کاری کنیم حال خودمون رو خوب کنیم. کمک میکنه روایت. ببینید چطور وقتی بازنویسی میشه و اون قضیه اکسپوژر در واقع تراپی یا همون مواجهه درمانی، مواجهه با اون قسمت‌های غم انگیز یا ترسناک درون شما رو ایجاد میکنه، در این حال متن ثبت میشه و اینا به کار میاد. خیلی ممنون امیر حسین عزیز. ما وقتمون دیگه تقریبا تمام هست، با اینکه حکایت تلخ و شیرین همچنان باقی است. حکایت شیرین بودن با شما و حکایت تلخ گفتن از تلخی‌ها. عرض کنم خدمتتون که همین اندازه که ما در سال جاری در ادامه در ترم بهار و تابستان به همراه امیر حسین عزیز به ادبیات دیگری خواهیم پرداخت. ادبیات اقلیت رو به شیوه‌های مختلف در ژانرهای مختلف بررسی خواهیم کرد. اقلیت‌های قومی، دینی، جنسیتی و با نویسنده‌های این عرصه به گفتگو خواهیم نشست و اونها رو معرفی خواهیم کرد. در جلسات ماهانه یا 2 ماهانه بستگی داره به اینترنت ایران هم بستگی داره، به خاطر اینکه خیلی از اینها در ایران هستن و
باید ببینیم که میشه باشون ارتباط برقرار کرد یا نه. ولی ما در هر صورت در جلسات هفتگیمون در باشگاه اینها رو خواهیم خوند، بررسی میکنیم. من فکر میکنم اون چیزی که حمید عزیز گفت ناظر به این هست که شما جلسات خودتون رو اگر اشتباه نکرده باشم جلساتتون رو ضبط بکنید یا در اینستاگرام قرار بدید یا تلگرام یا یک شبکه‌ای داشته باشید که این تکنیک ها رو و این تجربه ناب دست اول رو در اختیار بقیه کسایی که علاقه دارن بنویسن هم بذارید و من مطمئنم که این کار شدنیه و در اختیار دیگران گذاشتن شدنیه و شما هم این همه زحمت کشیدین. حیفه که واقعا از بین بره و مکتوب نشه به صورت یک کارگاه مثلا خاطره نویسی که در اختیار هر کسی باشه که هر کی میخواد بنویسه بتونه با الف ب پ ت س خاطره نویسی آشنا بشه. این به هر حال کاری هست که از دست ما و شما برمیاد. من یادمه که ابوتراب خسروی وقتی جلسه داشتیم باهاش گفتش که کاش دانشگاه‌های ما، کاش کلاس ادبیات ما این ادبیات خوندن رو مثل شما یاد میدادن لااقل. یعنی از همین که هر کاری که دستمون برمیاد بتونیم انجام بدیم برای اینکه راه برای نوشتن و ثبت آسان‌تر بشه و هموارتر بشه. من میخوام صحبت آخر رو بسپارم به پردیس عزیز که اگر چیزی در چت هم بود، خیلی من دیدم که بحثای شکل گرفته، چیزی از شما نشدیم. اگر دوستان صحبتی دارن خداحافظی میخوام بکنن یا صحبتی بکنن بفرمایید، وگرنه پردیس عزیز در چت هم بیشتر همدردی کرده بودن. در چت هم بیشتر همدردی کرده بودن. من دوست دارم اتفاقا حرف آخر رو ببخشید. ایوا این پردیس چقدر زایه است. بخش من دوست دارم یه بار دیگه تشکر بکنم از شمایی که همراه ما بودین امروز، از همه کسایی که توی زوم به ما پیوستن، همچنین از مهمونای عزیزی که اومدن و داستاناشون رو با ما به اشتراک گذاشتن. این برای ما خیلی اهمیت داره. من خیلی خوشحالم که این فرصت رو داشتم که شما رو ببینم. اتفاقا دوست داشتم حرف آخر رو از زبون شما بشنویم و بعد خداحافظی بکنیم. در حد یه جمله دو جمله بفرمایید. من از همه تشکر میکنم. ما دیگه بعد از 3 سال یاد گرفتیم که دیگه قصه هامون رو به کسی منتقل نکنیم، فقط بتونیم آدما رو دور خودمون جمع بکنیم که به دادخواهی ما کمک کنن و پشتیبان ما باشن. ما چیزی بیشتر از این نمیخوایم و الا نمیخوایم بیایم از دردمون صحبت کنیم، چون که از درد اگه بیشتر صحبت بشه اطرافیان پراکنده میشن. ولی ما دوست داریم که کاری بکنیم که آدما دور ما جمع بشن، کنار ما باشن. من از همه تشکر میکنم. از آقای دکتر خیلی تشکر میکنم، از امیرحسین عزیزم تشکر میکنم، از دوستانم که توی زوم بودن، از دیگر عزیزان که توی زوم بودن، از همه تشکر میکنم. من افتخار میکنم به دوستای خودم و تمام اونایی که باشون تو گروه خاطره نویسی هستم و امیرحسین میدونن اونایی که تو گروه خاطره نویسی یه عده واقعا خودشون یه پا نویسنده و با افکار بسیار روشنی هستن. یعنی من میخواستم تک تک اونا رو، چون اگه تک تک اسم ببرم نمیشه، از بقیه شرمنده میشم و واقعا همینطوره. یعنی به داشتن همچین دوستانی افتخار میکنم و همه میدونم من یه تکه کلام دارم. خیلی متاسفم که در این دوران با اونا آشنا شدم. ممنون از همه شما. خداحافظ همگی. دست شما.